در برابر ارکه کردن فرزند خواهر منظوره که تملق نیو میتوانیم بگوییم ارکه کردن فرزند. اولا باز همون تربیه غرب است که اروپا با برابر کردن یا گفتیم دنیای کفار برای برابر کردن قدری خرد و کلان این را در ذهن مردم جای کرد که گویا که تو نباید فرزند خود را خفه کنی، نباید پدر و مادر فرزند خود را به چیز مجبور سازند و فرزند باید از هر لحاظ سیر شود، یعنی هم از جهت مهر و محبت، هم از جهت لباس، هم از جهت خوردن و پوشیدن و با همین از فرزند خود یک بیرحم می سازند. همگان می دانیم سخنان علما را که می گویند سختی ها مرد می سازد، کشاد دستی و فراغ دستی مردهای خیلی خیلی ضعیف می سازد. هر زن و مرده که در همه چیز طرف فرزند خود رو می گیرند، چی در ظلم باشد، یعنی حتی فرزند آنها ظالم باشد، چی در مسئله های مثلا مادیات بدانند که از فرزند خود یک انسانی بی‌رحم می‌سازند. برای همین امروز همه حیران هستند که میگن ما چقدر مثلا این رو در کرانسالان زیاد میشنوید، ما هیچ مهر و محبت ندیده بودیم اما تا امروز فقط در فکر آن هستیم که به پدر و مادر خود ما خیلی کم کردیم. ما بسیار چیز رو کرده می توانستیم. برعکس فرزندهایی که امروز من و شما همه شرایط را به او مهیا کردیم، شاید که بعضیشان از پای بیافتیم هم در فکر تلفن و در فکر آیفون و چیز دیگر باشه. یعنی با این گونه از حد رحم کردن یا گفتیم با این گونه از حد ارکه کردن از فرزند فقط برای خود دشمن می سازیم و باید به این خیلی احتیاط شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. از همین در شهر رسیه همین همه چیزهایی که مثلا یاگورت یا وایبه تطعیم میکنن سرخی کرمین 120 همین حرام گفتن. همین در باره کرمین گفته تو من کوفتکوف نکردم، ولی شما وقتی میدونید اون رو از یگان حشرات تیار میکنن که همین گونه شنیده بودیم، در این وقت استفاده نبرید. دع ما یوریبک الی ما لا یوریبک قاعده اساسی در خوردن است. هر چیزی که شک و شبهه دارد به آن نزدیکی نکن و اون چیزی که شک و شبهه ندارد به آن نزدیکی کن. با یوگورت نخوردن ما از یگان چیز کم و نقصان نمیشویم. موره همه میدونیم که در خانه هم اون چیز را تیار کرده میتواند. وقتی شما شبهه دارید که یوگورت کرمین دارد یا یگان شیرینی، اون رو نگیرید و فرزندها هم عادت کنن که ما با این چیز زندگی میکنیم چون شبهه دارد. چون رزق حلال یا گفتیم لقمه حلال سبب اجابت دعا می شود.